میخوام ازت یه سوال بپرسم. اعتماد به نفس یا خودباوری چقدره؟ یا بهتر بگم چقدر به خودت و کارات ایمان داری؟ اکثر ما به این سوال یه جواب میدیم نمیدونم. تو چه زمینه‌ای منظورته؟ میشینیم با خودمون فکر میکنیم که کجاها اعتماد به نفس داریم، کجاها اعتماد به نفس نداریم، تو کدوم کار. بعد به خاطر میاریم که آها تو فلان کار من اعتماد به نفس کمتری دارم، باید چیکار کنم که اعتماد به نفسم بره بالاتر، باید چیکار کنم که به خودباوری بیشتری برسم. حتما واسه شما اتفاق افتاده تو شرایطی قرار گرفتین، آدمایی رو دیدین که همون برخورد اول چنان مجذوب و شیفته اون میشین و چنان توی ذهنتون اون آدم اعتماد به نفس بالایی داره که هر حرفی میگه پیچون و چرا قبول میکنین و شیفته صحبت کردن اون میشین. چطوریه که بعضی از آدما اینقدر جذاب و اینقدر با اعتماد به نفس به نظر میرسن و هر حرف و کلامی رو راحت میتونن بزنن، ولی ما تو همون شرایط ممکنه قرار بگیریم و همون حرفایی که از قبل با خودمون تکرار کردیم و تو ذهنمون هم بوده نتونستیم بزنیم یا اون کار رو نتونستیم انجام بدیم. به نظر دلیلش چیه؟ واقعا راز اعتماد به نفس چیه؟ یه حس درونیه یا یه چیزی هست که از بیرون رو ما تاثیر میذاره یا یه نگرش مثبت در مورد خودمون یا دلیلش داشتن پول و ثروته یا خوش تیپ و خوش استایل بودن؟ بذارین این موضوع رو یه مقدار بیشتر توضیحش بدیم. آره تمام اینا میشه دلیل بر اینکه باعث اعتماد به نفس در افراد بشه، اما این شما هستید که میزان اعتماد به نفس خودتون رو تعیین میکنین. عوامل مختلفی هست که دست به دست هم میده تا یه فرد با اعتماد به نفس به نظر برسه و از دید بقیه یه فرد با جذبه باشه. اما یکی از مهمترین عواملی که روی اعتماد به نفس تاثیر میذاره طرز لباس پوشیدن شما تو شرایط مختلفه. یعنی با رعایت چند تا اصول کلی و مهم میتونی کاری کنی توی لباس پوشیدنت که چند پله اعتماد به نفست بره بالاتر، چون همینها باعث میشه تاثیرگذاری تو روی مخاطبت بیشتر بشه، جواب بله بیشتری از اونها بگیری و حس قدرت بیشتری داشته باشی. فرق نمیکنه قرار ملاقات کاری باشه یا دوستانه، نوع لباس پوشیدن تو و اعتماد به نفس بالای تو باعث میشه تو تاثیرگذارتر باشی و بتونی جواب بهتری از اون ارتباط بگیری. شاید توی ذهن خیلیاتون این سوال شکل میگیره که لباس برند و شیک پوشیدن و پر زرق و برق پوشیدن خب پول زیادی میخواد. ببین عزیز من اصلا حرفی از مارک پوشیدن یا برند پوشیدن یا نوع خاصی لباس پوشیدن نزدم. میخوام بهت بگم باید طوری لباس بپوشی که بتونی مرتب، آراسته و با وقار باشی و بتونی اعتماد به نفس خودتو با اون نوع لباس پوشیدن ببری بالا. اگه میخوای با جذبه به نظر برسی و جواب بله رو از طرف مقابل بگیری و همیشه مورد تایید بقیه باشی، این ویدیو مال توه. میخوام یه نکات مهمی رو برات بگم که شاید تا حالا برات بی اهمیت بوده. مثلا شاید فکر کنی لباس پوشیدن ممکنه که روی اعتماد به نفس تأثیر داشته باشه، اما تعیین کننده نیست. اگر اینطوری فکر میکنی سخت در اشتباهی. اینقدر لباس پوشیدن مهمه که نه تنها روی اعتماد به نفس شما تاثیر داره بلکه روی قدرت بدنی شما هم موثره. یه تحقیقاتی که یه گروهی روی یه سری از دانشجوها انجام دادن به این نتیجه رسیدن که لباس پوشیدن نه تنها روی اعتماد به نفس بلکه روی خلق و خوی افراد هم موثره. دانشجوهایی که عکس قهرمانا رو داشتن روی تیشرتاشون علاوه بر این که اعتماد به نفس بیشتری داشتن، حس قدرت بیشتری داشتن. یا به این نتیجه رسیدن که پوشیدن لباس سفید توی چابکی مغز و حل مسائل ریاضی خیلی تاثیرگذاره. خب بریم سراغ اون نکات مهمی که میتونه تو لباس پوشیدن معجزه کنه واسط. اولین موضوعیه که خیلی آدما بهش اهمیتی نمیدن و اونم کفشای توه. کفش تو باید واکس زده، تمیز و مرتب باشه. نمیگم یک کفش برند و مارک بپوش، ولی یک کفش بپوش که مرتب باشه. اگر کفش پاشن‌دار میپوشی باش راحتی، میتونی خوب گام برداری و راه بری، خب خیلی خوبه، تو رو قد بلندتر، جذابتر و زیباتر نشون میده. ولی اگه قراره کفش پاشن‌دار بپوشی و لنگ بزنی و به زور راه بری، همون کفش راحتی تو بپوش. مورد بعدی که میخوام بگم
رنگ بندی لباسته که بدونی هر رنگی رو با هر رنگی نپوشی، قاطی پاتی شکل این پرچمای کشورهای افریقایی خودتو درست نکنی. دیدیم بعضی وقتا با اینکه تغییر وزن نداری، گاهی اوقات توی عکسات میبینی اینجا به نظر چاق‌تر میای یا اینجا به نظر لاغرتر میای که احساس میکنی اونجا که لاغرتری خیلی خوش‌تیپ‌تری. به خاطر رنگ لباسیه که میپوشی. رنگ مشکی تو رو لاغرتر و قد بلندتر نشون میده و رنگ‌های روشن آدم‌ها رو توپل‌تر نشون میده. به طور مثال اگر آدمی هستی که مثلا بالا تنه پهنی داری و پایین تنه پاهای لاغری داری، خب ترجیحاً بالا رو باید مشکی بپوشی و پایین رو روشن. اینا رو دیگه تو ترکیب رنگ‌ها خودت یادشون بگیر لطفاً. سعی کنید همیشه لباساتون سایز تنتون باشه، نه اینقدر گشاد نه اینقدر تنگ. یک کت گشاد ممکنه شما رو شلخته و نامرتب نشون بده. یادش بخیر ما یه مدیری داشتیم با اینکه خیلی ثروتمند و مارک پوش بودن، اما همیشه لباساشون مخصوصا کتشون 2 سایز بزرگتر از خودشون بود و همیشه برای بقیه سوال بود که با این همه ثروت این چه مدل لباس پوشیدنه. این موضوعی که میخوام بگم شاید به نظرت عجیب باشه و تا به حال نشنیده باشی، ولی جالب بدونی لباس زیر هم توی اعتماد به نفس تو تاثیر داره. آدمایی که عزت نفس بالاتری دارن به لباس زیرشون هم اهمیت میدن و سعی میکنن از لباس زیر مناسب استفاده کنن. اگر لباس زیر تو تنگ باشه و تو معذب باشی و حالت خوب نباشه و احساس بدی داشته باشی، بدون که این احساست روی طرف مقابلت هم تاثیر میذاره. اصلا نیازی به کلاس درس نداره که طرف درکش کنه که احساست خوب نیست و حالت خوب نیست، چون این رو آدما ذاتاً میفهمن. وقتی که آدم طرف مقابلش معذبه، ناراحت، درگیر درونی، آدما اینو حسش میکنن. پس به لباس زیر خودت هم اهمیت بده، چون تو تاثیرگذاریت خیلی مهمه. اگه قرار مهم میداری و نیازه که تاثیرگذارتر باشی، بهتر اینه که چه آقایون و چه خانوما کت شلوار مشکی با پیراهن سفید بپوشین، بعد رنگ‌های دیگه مثل سرمه‌ای و آبی. دقت کردین ما تو این ویدیو حرف از برند خاصی زدیم، حرف از مارک زدیم؟ نه، مهم شیک پوشیدن و مرتب بودن شما هست و اینکه بدونی تو چه مراسمی چه لباسی بپوشی. پس یادت باشه برای اعتماد به نفس داشتن مدل لباس پوشیدن خیلی مهم. اگه اولین باره که ویدیوهای ما رو میبینین و دوست دارید بیشتر راجع به NLP بدونید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، این زنگوله رو فعال کنید تا به محض آپلود ویدیو واسهتون نمایش داده بشه. مرسی از حمایتتون.